حرکت ترکیب استپاپ با لانگز معکوس با دمبل. اهداف کلی حرکت: افزایش متابولیسم، تقویت عضلات، پیشگیری و بهبود ناهنجاری قامتی، افزایش تعادل، هماهنگی عصب و عضله و تقویت گیرندگی عمقی کف پا. عضلات اصلی درگیر: عضلات چهارسر ران، عضلات همسترینگ و سرینی بزرگ. عضلات کمکی درگیر: راست کننده های ستون فقرات. نحوه اجرای صحیح حرکت: با توجه به طول بدن با فاصله مناسب از استپ صاف میستیم. پاها رو به اندازه عرض شانه باز میکنیم. دستها با دمبل مناسب خود کاملا صاف کنار بدن قرار میگیرن. پای چپ رو بلند کرده به سمت استپ هدایت میکنیم و در تماس کامل نگه میداریم. این نقطه شروع ماست. همزمان با عمل بازدم پای راست رو به سمت استپ حرکت داده و در کنار پای چپ قرار میدیم. بلافاصله بعد از مکث کوتاه همزمان با عمل دم به نقطه شروع برمیگردیم و در ادامه حرکت همزمان با عمل بازدم پای چپ از استپ جدا شده و به پشت سر گام برمیداریم و بالا تنه رو تا تشکیل زاویه 90 درجه در مفصل زانو به پایین هدایت میکنیم. بلافاصله بعد از مکث کوتاه همزمان با عمل دم به نقطه شروع برمیگردیم. این چرخه تا پایان تمرین ادامه خواهد داشت.